وقت‌های پیش پدر و باباهای ما و شما وقتی که سحر از خانه می‌برآمدند برای رزق و روزی در زبانشان همیشه بسم الله بود. اما امروزها متاسفانه بیشتری از ما و شما وقتی می‌برایم در فکرمان این است که امروز کی را فریب دهم، کی را دروغ گویم و کی را خیانت کنم. سبحان الله. سعدی شیرازی به ما و شما میگه که وقتی شما می‌براید به خود بگویید ای دل تو مکن گناه که آخر مردنی است، اعمال نیک بکن که قیامت رسیدنی است. غره مشو بدین گل و بستان روزگار، باد خزان بدین گل و بستان وزیدنی است. از مرگ خود بترس میگه که تنها روی به گور، هر او کارهای ناشایسته که میکنی کو با منکر و نکیر جواب تو دادنی است. که هر ساعت عمر ما حساب داره، هر گفته و ناگفته جواب داره. هر کار که میکنیم در این عمر شیرین، هر یک ورقه عمر کتاب داره که نام این کتاب نامه اعمال است.